هر کسی که در ساعت اول رسول اکرم گفت به مسجد می آید همچنان است که یک شتر در راه خدا قربانی کرده است. اگر در ساعت دویم بیاید همچنان است که یک گاو در راه خدا قربانی کرده است. در ساعت سیم بیاید همچنان است که یک گوسفند در راه خدا قربانی کرده است. در ساعت 4 بیاید، چهارم ساعت شده، همچنان است که در راه خدا یک مرغ قربانی کرده است. اگر در ساعت 5 دیر بیاید همچنان است که یک تخم مرغ در راه خدا قربانی کرده است. وقتی که امام به منبر برآمد، امام جمعه و خطبه خواندن سر کرد، فرشته ها در نزد در ایستادگی همه دیله ها و دفترها را میپوشند. تمام دیگه فضل درجه تمام شد. در روز جمعه در دروازه های همون کوچه و دروازه های مسجد فرشته ها حاضر هستند. هر یک کسی که به نماز جمعه می آید نام او را ثبت میکنند که فلانی ابن فلانی، فلانی بچه فلانی به نماز جمعه آمد. همه این را نام نویس میکنند، به نزد پروردگار جل جلاله میبرند. اشک میریزونند که خدایا این بنده های تو در یک مکان اجتماع کردند، تو را یاد کردند، سخن تو را زدند، سخن حبیب تو را گفتند، خدایا اونها را مغفرت بکن. خداوند جل جلاله به لطف کرم خودش گناه همه انسان هایی که نماز جمعه را میخوانند و میآیند مغفرت میکند.